صبح می‌آمد. خدایا خداوندو، من میدانم که تو یگانه و بهترین رزق رساندنده به همتا هستی. درود دوستان عزیز. براتون خبری شوم دارم. اون نفری که همیشه از محبت میگو، اون نفری که همیشه از صداقت میگو، اون نفری میخواست که در دلهای انسان حس انسانگری رو پیدا کنه، اون نفری که هر یک نفری که این سریه های ما رو تماشا میکرد دوست میداشت، قدر میکرد، کنون با امر تقدیر در بین ما نیست. حادثه واقعی است. خدا همه چیزتیت کسد نتیت قینده. برزه و لطفت یکی از نفرهای بهترین ها بود. مثال ما در دوستش بداشت. باور کنید در مسئولیتی کاری از ما را دیده با پر مسئولتر بود، لیکن با امر تغییر دیگر در بین ما نیست. برایش دعا کنید. چند روز بود روسیگب خوب میدیدم، پیش عید همراهش اومده تبریک کرده بودم، لیکن غمگین بگفت، میگو بچم بندی دلم میسوزد دویمون. خیلی اید شد با این سندف شدیم. چند روز پایدار هم زنگ میزنیم نمیگیره، خونش میریم در تق میکنیم هیچ که نمیکشوه. یک اکای دیگه هم بود، او هم زنگ آورد کرد چندی مرتبه رفتیم دیدیم نیست. به گوی روزی زنگ میزنن در هم میکشوین که کیهوف افتیده است. ویدیو اولی که در سایت کردم موندم دلیتش کردم برای اون که صحنه های به نهایت دردناک داشت. از این خاطر یک و یک شما خواهش میکنم برای مادر عزیز، برای نفری که هر یک شما رو دوست می‌داشت دعا کنید. حالا فرصت نیست، نو گرومدا اومدیم از شهر نو. بعد از اون فرصت خوب که پیدا کردم براتون با پرگی نقل میکنم. خدا نگهبانتون باشه.